بیا 5 زن زیبای برتر در دنیا رو بهت معرفی کنم. حتما تا آخرش ببین، برای اینکه نفر اول واقعا شگفت زدت میکنه. نفر 5، مارکو رابی. او به طور مداوم در فهرست جذابترین زنان دنیا دیده میشه. مجله تایم اون رو یکی از 100 فرد تاثیرگذار دنیا نامید و در سال 2021 او در بین زیباترین بازیگران زن جهان قرار گرفت. نفر 4، کندال جنر. او عملهای زیبایی متعددی انجام داده اما هنوز نتونسته رتبه اول رو کسب کنه. با این وجود اون یکی از پردرآمدترین مدل‌های جهانه. نفر 3، آریانا گرانده. قوی ترین ویژگی‌های اون شامل پیشانی، بینی، چانه و لپاشه و البته مهربونیش با طرفداران. نفر 2، کیم کارداشیانه. پس از انجام عملهای زیبایی مختلف، چهره کیم به زیبایی بی‌نقص نزدیک شده. اندام عالی اون به خصوص در 44 سالگی فوق‌العاده است. و نفر اول تویی. ببین چقدر زیبا و منحصر به فرد هستی. هیچ کس دیگه ای شبیه تو نیست و لبخندت خیلی بهت میاد. همه این رتبه بندی ها سعی دارن آرمان های تخیلی رو به ما تحمیل کنن. هیچ وقت نذار کسی بهت بگه به اندازه کافی خوب نیستی. تو دقیقاً همینطور که هستی عالی هستی.